پیغمبر علیه السلام می‌فرمایند که من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یوم فکأنما حیز له الدنیا و حذافیرها. پیغمبر خدا میگه که من اصبح، کدام انسانی که یعنی که از خوابش مثل سحر میکند چه باشد، همون سحر به خیس از جاش امنیت دارد، جسمش سالم است، ریسکی خودی همین روزه دارد، گویا خداوند تمام دنیای اختیاری باید داده است. یعنی ما شما دعا کنیم، کوشش و غیرت کنیم که هر روز همین امروز امنیت داشتیم، امنیت کتی گذراندیم، تینجی امانی بود، شکر کنیم همین وقت. زیرا اینکه همین گویم که تینجی امانی این نعمت پروردگار است. برای همین نعمت پروردگار را دریافتن باید سهمگزار باشیم. همین فرزندها و نبیره‌های خدمت مادر و وطن را دادن همین تینجی امانی است. وگرنه خدا ما سوال کنیم که همین سرحدبان‌هایی که گرد و اطراف چند هزار کیلومتر تاجیکستان کی پاسبانی کرد تا یک بار سوال کنید بچه‌های مردم، بچه‌های اهل تاجیکستان، یعنی بچه‌های نبیره‌های ما هم باید خدمت مادر وطن کنند. ما البته در حق آنهایی که امروز فرزندانشون یعنی که قرض شهروندی البته قرض ایمانی است فرستاندند خدمت مادر وطن و ما آنهای تشکر میگوییم، در حق آنها البته دعا میکنیم که خداوند آنهای سربلند گرداند و فرزندهای آنهای خداوند همه جانشون ساق سری بلند کردی برگرداند و آنهایی که امروز قصد فرزندانشون را گسیل کردن خدمت مادر وطن دارن، آنها هم البته دعا میکنیم که خداوند همین جسارت و همین مردانگی خداوند دیگرها هم تیاد. از برای محترم اهل جماعت من وقتم هم شده آمده است، در حق گویم امروز ارتش ملی هست، در حق گویم تمام آنهایی که همین سرحدهای محافظت کردن در حق آنها دعا میکنیم انشاءالله. در حق آن پدر و مادرانی که امروز فرزندانشون را گسیل کردن و فرزندانشون خدمت کردن، در حق آنها البته در حق با آنهایی که همین فرزندانشون تیار کرده گسیل میکردگی مهلت هم ایستادند، در حق همه اهل جماعت دعا کنیم که خداوند مهربان پروردگار مهربان این دیاران و تینجی امانی آسایشتگی سربلندی عطا کند و همه ما از جمعی آفتها بلاها از فتنه ها خودش نگهدار باشد. پروردگار مهربان هم همین تینجی همین آرامی ما با پروردگار تا روز قیامت برقرار گرداند. الله اکبر.